تقریبا 2 هفته پیش ما در رادیوی آزادی گزارش داشتیم که در آن مهاجران توجیک از ҳақситонии ҳамватанони خود در بازاری فوتسitî قصه کردند. بعد پخش این مطلب از گوشه‌های دیگری روسیه نیز به همین مانند شکایت‌ها وارد شدند. به فرق از مسکو، در یکاترینبورگ از معاش مهاجران که در ساختمان کار کردند ماهی 10% را می‌ستانیدند. همکارم عبدالله شورف این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و نخست بگو که شکایت مهاجران از یکاترینبورگ روسیه از چیست؟ سلام شهلا. با رادیوی آزادی یک گروه مهاجران که در شرکت اتمستروی کمپلکسی یکاترینبورگ کار میکردند شکایت کردند که یک تاجیک میانه رو از آنها 10% معاش ماهانه‌شان را مصادره میکند. ما با 3 نفر از این مهاجران هم صحبت شدیم و آنها میگویند که شخص با نام حاجی سبحان رحیموف کارت‌های بانکی آنها را که در آن معاششان میگذرد مصادره کرده 10% معاش را همچون حق خدمت خود میستاند. همصحبتان ما میگوید آنها در هوای سرد یکاترینبورگ در بینای بلند آشانه بتون میریزند، ارماتور را وصل میکنند، اما در نهایت 10% معاششان به جیب کسی دیگر میرود. یک نفر از همصحبتان ما گفت که او به چنین شرایط راضی نشد و شرکت او را از کار راند. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتمستروی کمپلکس تنها با رضاگی حاجی سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشود. خب عبدالله، خودی حاجی سبحان رحیموف در این باره چی میگوید؟ آیا امکان داشت که با هم صحبت کنید؟ بله شهلا، حاجی سبحان رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت واقعا 10% معاش مهاجران را او میگیرد، اما این با رضایت خود مهاجران صورت میگیرد. به گفته او رحیموف گفت که او 20 سال است در شرکت اتمستروی کمپلکس کار میکند و او حالا رسما مسئول کارمندان خارجی این شرکت است. او گفت بر عوض این 10% معاش او همه سندهای مهاجران را درست میکند، پول پتنت را پرداخته نظارت میکند که مهاجران از جهت حقوقی مشکل نداشته باشند و کارشان را ادامه دهند. بچه‌ای که می‌بینن، بچه‌ای که پیش ما می‌بینن، بچه کارگروی ما اتوریستون می‌بینن، نه پولی پتنت دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن. همین چیزا ما به گردن میگیرم. تو اولی گرفتنشه، من این پولی پتنتشو میدم، پولی مکانیکشو میدم، پولی پراکتیکاشو میدم. همیشه همین رسوده ما به گردن میگیرم. اون شخص افور میشه، اصلا کار میکنه، با شگرف با برازگی یکدیگر کدی. اتوستروم کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در روسیه است که جزو از روساتم شرکت دولتی هسته‌ای روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در شهر یکاترینبورگ حدودی 1000 نفر مهاجران کاری تاجیک کار میکنند، اما حاجی سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 نفر تاجیکان کار میکنند و در فصل تابستان شماره آنها کمی بیشتر میشود. البته نظر طرف‌ها رو شنیدیم. در این بحث حق به جانب کیست؟ حواله انصاف و وجدانشون میکنیم. تشکر عبدالله برای صحبت.